خوش آمدید. سلامت باشید ان شاء الله. تشکر. زنده باشید. خب جناب عظیمی چه اتفاقی افتاد؟ من از اونجا شروع کنم که قبل از حادثه‌ای که برای من پیش اومد، تجربه خودم رو بخوام بازگو کنم، برگردم به ازدواج خودم و همسرم و اتفاقاتی که از اونجا شکل گرفت. بله. و تجربه‌ای که من بعدها پیدا کردم. بله. من حدوداً 20 ساله که ازدواج کردم با خانومی که واقعاً همه چیز رو از اون دارم، همه چیز رو. حتی تجربه نزدیک به مرگم هم موضوع اصلیش موضوع خانوممه. بله. در زمانی که من با خانومم زیر یک سقف زندگی کردیم، از جهت‌های مختلف، حالا شاید خیلی اینطوری باشن، امیدوارم که ترکش بکنن، من جمله من که بد رفتاریایی داشتم، بد اخلاقیایی داشتم با همسرم که البته الان میگم اشتباه محض. آنچنان بود که وقتی کاری میکردم که به مذاق خانومم خوش نمی اومد، یعنی واقعا خوش نمی اومد، واقعا کاری میکردم که مقصر بودم، میدونم. خانومم فقط میگفت من که زورم بهت نمیرسه، میسپارمت به خدا. این جمله شو شاید هزاران بار شنیدم، هزاران بار. بعضی وقتا کارهایی میکردم که خیلی شاید اعتراف من رو الان به نیت این بذارن که خیلی آدم بدی بودم، خیلی بد اخلاق بودم، خیلی زورگو بودم، ظالم بودم. ولی اینو میخوام بگم، هر کسی تو زندگیش یک رویه‌ای داره. ولی چه خوب بود که من از روز اول با رویه خیلی خوب با همسرم تا میکردم. فکر کردم مردانگی به این چیزاست، فکر کردم فقط حرف مرده، ولی اینطوری نیست. در زندگی حرف باید حرف هر دو نفر باشه. دو نفر با هم مشورت کنن، با هم تصمیم بگیرن، با هم زندگی کنن، نه اینکه فقط مرد بگه این کار باید انجام بشه و یک نفر دیگه فقط بگه چشم. من به اونجا رسیده بودم که هر وقت هر کاری میکردم، چون خانمم میدونست که دیگه فقط حرف منه، میگفت میسپارمت به خدا. اینو یادمه، اینو به کرات ازش شنیدم. همیشه هم بهش میگفتم کی اون دنیا رو دیده. همیشه میگفتید کی اون دنیا رو دیده، کی برگشته که اون دنیا، از اون دنیا بخواد تعریف کنه که من رفتم اون دنیا این اتفاقات افتاده، اون دنیا اصلا هست. ولی من یکی از اون افرادی بودم که همیشه اینو میگفتم کی اون دنیا رو دیدی که برگرده بیا تعریف کنه. ولی این تجربه که خودم به دست آوردم که ای کاش خیلی زودتر به دست می آوردم، ای کاش خیلی زودتر، نه بعد از 20 سال زندگی زناشویی، ای کاش زودتر به دست می آوردم. همیشه به این عقیده خودم پایبند بودم که هیچ کس بر نگشته که بخواد تعریف کنه. من حتی این تجربه خودم رو که خیلی دوست دارم برای همه تعریف کنم، چون به من گفته شده تعریف کن اونجا. بله، اونجا به این شرط به من اجازه برگشت دادن. شرط برگشت؟ بله، به این شرط به من اجازه برگشت دادن که به همه بگم که هست، واقعا هست.
خب و حادثه برمیگرده به محل کار، جایی که من داشتم کار تعمیرات کار نجاری انجام میدادیم. قسمت رو داربست داشتیم کار میکردیم. ارتفاع بود، بالاخره ارتفاع، اون داربست ناایمن بسته شده بود و یه اتفاقی برام افتاد، داربست افتاد و من به پشت افتادم و خلاصه اتفاقات بعدش که ما رفتیم خلاصه به سمت سوی دوادرمون، ببینیم دوادرمون میکردیم ببینیم چطور میشه، چون من زمانی که از داربست افتادم دیگه احساس میکردم که دیگه نمیتونم رو پا وایستم. شما فقط از داربست افتادید یا افتادید داربست افتاد روی شما؟ داربست کامل رو ما نیفتاد، داربست نیمه افتاد که من تقریبا ارتفاع 4-5 متری به پشت افتادم. به پشت افتادم ولی به کمر خوردم زمین. زمانی که خوردم زمین من انتقال دادم به بیمارستان. به ما گفتن که باید 1 روز بمونین. بعد از این 1 روز ما موندیم، گفتن فردا صبح شما عمل جراحی انجام میشه رو شما. ساعت 10 صبح منو بردن اتاق عمل. ساعت 4-4:30 بعد ظهر بود. از اتاق عمل اومدم بیرون، ولی فقط خیلی درد شدید داشتم. نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، ولی چیزهایی میدونستم، یه چیزهایی دیده بودم، یه اتفاقاتی برام افتاده بود، ولی درد خیلی شدید داشتم. تو اون درد شدید فقط میدونستم که باید به من مسکن زده بشه. اون درد شدیدم به قدری بود که فقط آه و ناله میکردم، ولی از یه چیز خیلی خوشحال بودم که از چیزهایی که دیده بودم خلاص شده بودم. چه چیزهایی؟ تجربه من از اینجا شروع میشه. امیدوارم برای هیچ کس پیش نیاد، برای هیچ کس. امیدوارم خیلی عبرت بگیرن. انسان ها واقعا میگم تا به چشم نبینن، اون تجربه رو حس نکنن، باور نمیکنن، واقعا نمیکنن. ما انسانیم، ای کاش از تجربیات هم به نحو احسن استفاده کنیم. یک جوری باشه که تجربه من برای شما تجربه باشه تا اینکه خودتون تجربه کنید. من تجربه کردم. زمانی که رفتم برای عمل ساعت 10-10:30 صبح رفتم اتاق عمل. تو اتاق عملی که منو عمل کردن هیچ وسیله‌ای نبود، هیچ چیزی نبود تو اون اتاق. من قشنگ یادمه فقط یک دکتری بود بالا سرم، اومد سوزن که داشت به دست من میزد بهش گفتم آقای دکتر این سوزن بیهوشیه. گفت دقیقاً همینه. تا اینو گفت فقط یک چیزی فقط فهمیدم که اون اتاق فقط سرم چرخید و فقط بیهوش شدم، دیگه چی نفهمیدم. فقط چیزی رو که متوجه شدم این بود که زمان بیهوشیم رو فهمیدم. ما بین این موضوع، اینو میخوام بگم، تعریف میکنم براتون که واقعا درس عبرت برای خیلی ها باشه. من زمانی که به هوش اومدم رو فقط میگم، خیلی درد شدیدی داشتم، خیلی به قدری دردم شدید بود که فقط میگفتم به من یه مسکن بزنید فقط نمیرم. میدونستم یه چیزایی دیدم خیلی وحشتناک بوده. وقتی برگشتی من و دوست ندارم برگردم. به هیچ کم نمیتونستم بگم. فکر کردم الان بگم همه میگن دیوونه شده، همه میگن خرافاتیه، شاید داروی بیهوشی زدیم بهش اینطوری شده، شاید 1000 تا چیز دیگه من بچسبونن. گفتم نمیگم، فقط خیلی دوست دارم یه چیزی به من، یه مسکن به من بزنن که فقط نمیرم، چون میدونم که من اون چیزی رو که دیده بودم در زمان بیهوشیم بود. اینو میدونستم. خیلی دوست داشتم که بر نگردم از دوباره. بر نگردید به اونجا، به اون جایی که دیده بودم. یعنی دوست داشتید تو بدنتون بمونم.
اون درد رو حاضر بودم داشته باشم ولی بر نگردم. خیلی اطرافم بودن، از پدرم گرفته، از خیلی از نفراتی که اونجا بودن. نمیتونستم بگم. اگر میگفتم واقعا این بود، شاید خیلی به من نمیگفتن، میگفتن خب حالا چی شده، مگه مشکل کجاست. شاید حتی اینم من فکرشو کردم، گفتم شاید به من بچسبونم بگن هزیون میگه. شاید یک مرتبه رفته اتاق عمل دیوونه شده. گفتم که بهترین کار اینه که فعلا برای هیچ کس تعریف نکنم. زمانی که بعد از 1 هفته بعد تو بیمارستان من اومدم رشت، برای اولین کسی که تعریف کردم خانومم بود. دقیقا تا رسیدیم من موضوع رو برای خانومم تعریف کردم. گفتم خانم یک سری چیزها دیدم، اون هم فقط موضوعش خودتی. گفتن که تو این عملی که من انجام دادم یه سری چیزایی دیدم که میخوام برات بگم. این موضوع مربوط به خودته، برات تعریف میکنم. یه چیزایی دیدم که واقعا به اون چیزهایی که گفتی رسیدم. بهش میگفتم که کی اون دنیا رو دیده، بهش گفتم که خودم رفتم دیدم. از این خوشحال نبودم که رفتم دیدم، نه، از این که فقط تونستم برگردم که جبران کنم. همین بزرگترین وعده‌ای که خدا به من داد. به من گفت برگرد. فقط این رو دوست داشتم به خانمم بگم که بتونم جبران کنم. موضوع رو برای خانمم تعریف کردم. من چندین سال برای هیچ کس نگفتم، برای هیچ کس نگفتم. اواخر برنامه شما رو دیدم، فصل اول رو. بله، فصل اول این برنامه رو دیدم. واقعا تقریبا تا 15-20 قسمت اولشم من هر وقت نگاه برنامه شما میکردم میگفتم پس حسابی برگشتن دیدن، من خبر نداشتم. تا اون موقع فکر می‌کردید فقط خودتون دیدین، ولی به همسرتون گفتید؟ بله همون روز اول به همسرم گفتم. پیش خودم نگه داشتم، ولی برنامه شما واقعا کاری کرد که جرأت گفتن پیدا کنم. تجربه خودم رو به خیلیا بگم. شاید برنامه شما نبود، شاید نمیگفتم. با اینکه شرط گذاشته بود. بله، با اینکه حتی شرط برای من گذاشته بودن که بگو، ولی نمیدونم چرا برای خیلی محدود افرادی من تعریف میکردم. برای یه سری از دوستان من خیلی دوست نداشتم برای همه تعریف کنم. همون افراد محدود چه واکنشی داشتن؟ افراد محدودی که واقعا براشون تعریف میکردم بازخوردش خیلی خوب بود برای من. چطور بود؟ چی بود؟ میگفتن تو فکر فرو میرفتن، از من ایراد نمیگرفتن. جالب اینجاست که از من ایراد نمیگرفتن که تو چرا با خانمت اینطوری رفتار کردی. خودشون تو فکر میرفتن، من اینطوری برداشت میکردم. میگفتم خب هر کسی بالاخره یک اشتباهاتی بالاخره داره. شاید اون نفری که من دارم براش تعریف میکنم انشالله که نداشته باشه. شاید اون نفر هم مثل من خطاهایی داشته. اون نفر هم شاید با این گفتن من یه تلنگری توش به وجود اومد. کسی به من نمیگفت، همیشه جای شکر بود برای من. میگفتم ولی به هر کسی تعریف نمیکردم. کسایی که واقعا میدونستم شاید منو مسخره کنن تعریف نمیکردم. اهل دلی باشه. بله، تعریف نمیکردم. خیلی فقط برای کسایی که میدونستم مثل خانمم به اون دنیا اعتقاد دارن. اعتقاد به زبون نیست، به قلبه. شما توی اتاق عمل بیهوش شدین و تو اتاق عمل براتون تعریف کنم که زمانی که منو بیهوش کرده بودن هیچ چیزی دور و بر من نبود، هیچ وسیله‌ای، فقط تخت من بود. بله. فقط تختی که من روش رو منو فقط اونجا بیهوش کردن و فقط من دیدم. از اینجا شروع شد که فقط خودم رو از بالا می دیدم به یک باره. از اون بالا فقط خودم رو نگاه می کردم که به صورت
صورتم در یک قسمت گردی به رو و پشتم رو دارن عمل میکنن، شکافته شده است. آقای دکتر عالیخانی یک طرف وایستاده و 2 دکتر دیگه در سمت این ور من وایستاده بودن. این نکته رو خدمت سروران بیننده عرض کنم که با جراح محترم جناب آقای دکتر عالیخانی گفتگو کردم در همین مورد و آقای عظیمی همین موارد رو یادآوری کردن. آقای عالیخانی ایشون رو به جا آوردن، به یاد آوردن، اون عمل رو به یاد آوردن و من از آقای دکتر خواستم که مواردی که آقای عظیمی فرمایش میکنن بگن که آیا درست هست، آیا ابزار و اشیاء در اتاق عمل به همین شکل هست، شیوه جراحی به شکلی هست که ایشون گزارش میکنن. آقای دکتر تایید کردن که بله اون تخت یک چنین حالتی داره که صورت درش قرار میگیره برای عمل ستون فقرات به همین شکلی که ایشون میگن قرار میدیم فرد رو و موارد دیگه رو هم که آقای عظیمی فرمایش میکنن باز تایید کردن. اما این احتمال رو هم مطرح کردن و فرمایش کردن که ممکنه فرد این اطلاعات رو از اینترنت بره به دست بیاره یا اطلاعات رو از جاهای دیگه بپرسه و بدونه. این که آقای عظیمی این اطلاعات رو از اینترنت یا دیگران به دست آورده یا اینکه خود ایشون دیده، سوالی هست که آقای عالیخانی مطرح کردن و گفتن ممکنه اینطور هم باشه، من نمیدونم. نهایتاً آقای عظیمی گفتن که من همکاران شما رو هم دیدم و قرار ما این شد که روزی آقای عظیمی رو و آقای دکتر عالیخانی رو با چند نفر از همکاران ایشون مواجه کنیم که بین اون همکاران یک نفر از همون پزشکان همکار در اتاق عمل باشه و ببینیم آیا آقای عظیمی تشخیص میدن که اون دکتر همکار به چه شکلی بوده یا نه. اینکه همکارانشون رو بشناسن میتونه ثابت کنه به آقای دکتر که بله ایشون واقعا اتاق عمل رو مشاهده کردن و اینکه اشیاء رو، جعبه ابزار جراحی رو، تخت رو و همه موارد دیگر رو به درستی گزارش کردن به لحاظ اقناع و ایجاب کافی نبود برای آقای دکتر. بنده هم تا حدودی حق میدم، البته از منظر نگاه ایشون حق میدم، ولی طبق اون چیزی که بنده سنجه هایی که برای پژوهش دارم و بررسی کردم فقط اینها نیست، موارد دیگری هم هست که به سهم خود و در حد بضاعت ناچیز خودم عرض میکنم که تجربه ایشون صحیح هست. زمانی که داشتم نگاه میکردم این پزشکا ماسک زده بودن، من اصلا پزشکا رو اصلا بدون هیچ روپوشی میدیدم. اعضا جوارح نفر رو فقط به صورت سلسله اعصاب و رگ میدیدم، یعنی کامل نفر رو اینطوری میدیدم. یعنی حتی خودم رو وقتی از بالا نگاه میکردم به این صورت میدیدم که کلا سلسله اعصاب بدن، تمام این چیزایی که حتی اون قسمتی رو که از پشت من باز شده بود داشتن عمل میکردن، پلاتین گذاری میکردن و حتی کامل اون رو من دیدم. تعجب نمیکردم که مثلا چرا من اونجا خوابیدم، چرا این کارا رو دارن دکترها انجام میدن و خیلی عادی بود. اصلا میدونستید داستان چیه؟ بله میدونستم اون کار داره انجام میشه، رو من داره انجام میشه، ولی میدونستم که اون من نیستم، اون از من جداست، من جدا شدم ازش، منی که اون بالا هستم اصلا جز خودم نمیدونستم دیگه. یعنی آزاد بودم، یه جوری بود که اون از بالا فقط به صورت یک جسد میدیدم، فقط یه جوری بود که فقط میدیدمش، هیچ احساسی هم نسبت بهش نداشتم. اینی که بهروز نبود روی تخت بود چه احساسی بهش داشتیم و داشت عمل میشد؟ احساس بدی نداشتم، اینطوری که مثلا بگم مثلا چرا داره این کار انجام میشه، چرا عمل داره میشه، چرا اینجوری میشه، اصلا هیچ احساسی نداشتم. فقط میدونستم که از بالا دارم فقط کل اتاق رو دارم نگاه میکنم، طوری که همه چیز پایین تر از من بود. اینو میدونم خیلی پایین تر از من بود. دیوار اونجا رو اینقدر ارتفاع کم نمیدیدم، ارتفاع رو کشیده تر میدیدم، یعنی دیوار رو خیلی بلندتر میدیدم ولی کلش رو به صورت دیوار میدیدم.
میدونستم که اینجا یه دیواره. دیوار احاطه کرده بود ولی بله. دیگه طبقاتی وجود نداشت. نه هیچ طبقه‌ای وجود نداشت. بالا سر من میدونستم خالیه، چون اونجا اینطوری نیست که شما سقف داشته باشه. بعد اونطوری نیست که شما بالا رو نگاه کنید متوجه شین که بالا چه خبره، پایین رو نگاه کنید. اونجا اینطوریه که شما به همه جا احاطه دارید، یعنی هیچی نبود که از زیر چشمای اون روح من مخفی باشه. اونجا واقعا دیدن بود، اونجا چشم نبود، اونجا فقط دیدن بود. بسیار خوب. این نگاه فرمایش کردید درون بدن رو میدید. بله. درون بدن تا چه حد نفوذ میکرد؟ آیا درون رگ این نگاه حرکت میکرد یا نه از کنار یه بدنی رو میدید پر از بافت و رگ و پی و اندام؟ نه، کاملا جریان خون و عصب و همه رو کامل میدیدم. چهرهشون رو من چهرهشون رو به صورت کامل میدیدم، ولی مویرگاشون رو هم میدیدم، چیزای عصبیشون رو کامل میدیدم. یعنی حتی اون داخل خود، حتی تلمبه زدن قلب رو من میدیدم. تا این حد من همشو کامل میدیدم، احاطه به کاملش داشتم. حتی دکتر عالیخانی و اون دو تا دکتری که داشتن من عمل میکردن همه رو اینطوری میدیدم. در تحقیقات خودم درباره تجربه‌های نزدیک به مرگ در ایران کشف کردم که در برخی موارد تجربه‌گران در تجربه خودشون همه اون چیزی رو که در پیرامونشون بوده مثل فعالیت‌های تیم پزشکی در اتاق جراحی می‌دیدند و در این حال افرادی رو که بیرون از بیمارستان بودند رو هم مشاهده می‌کردند و می‌شنیدند که اونها چی میگن و حتی دارن به چه چیزی فکر می‌کنن. محتوای این نوع مشاهدات هم بعد از احیا توسط دیگران تایید شده. آیا شما هم در گزارش‌هایی که ثبت کرده این چنین مواردی رو داشتین؟ خب شما در مورد تجربیات بیرون از بدن در زمان ایست قلبی یا در طول آگاهی در زمان تصادف وحشتناک با مشکلات مغزی که روبرو میشید سوال کردید و باید بهتون بگم که بله، من داستان‌های زیادی در مورد این تجربه بدن بیرونی شنیدم و مهمترین جنبه‌ها تایید جنبه‌هاییه که وقتی توسط بیماریه که ازش میپرسیم و اون موقعیت دید خودش رو برامون توضیح میده، در این حالت بدن معمولاً در پایین دیده میشه. البته اگه از پزشکان و پرستاران سوال کنید که آیا وقایع جوری که اون میگه اتفاق افتاده، پس ما یک تجربه خارج از بدن رو داریم که شما اون رو درک میکنید. شما بیرون از بدن در موقعیتی هستید که چشمان شما کاملا بسته است. مغز غیر هوشیار هیچ گونه واکنشی نداره. ما آگاهی 30 درجه‌ای از جزئیات داریم و یک بازدید کلی از همه چیز. تو میتونی بیرون از دیوارها درک داشته باشی. تو میتونی انتهای بیمارستان رو درک کنی. درک شما میتونه تا خونه ی پدری هم بره. شما میتونید مادر یا بچه هاتون رو ببینید و حتی میتونید ببینید که توی خونتون چه اتفاقی داره میفته. بنابراین تایید این ادراک ایجاد شده مهمه، چون شما میتونید ثابتش کنید و اون هم در زمانی که مغز و بدن شما کاملا از کار افتاده. شما میتونید واقعا احساسات، معرفت و خاطرات و ادراک داشته باشید. یکی از مهمترین موارد مهم تجربه شده که ما هم مطالعاتی در موردش داشتیم و همچنین در نشریه لنست هم منتشر شده، هوشیاری پس از مرگ به زبان انگلیسی نامیده میشه که مردی 44 ساله بوده که مردم اون رو توی چمنزار پیدا کرده بودن و تا رسیدن آمبولانس کمی به اون ماساژ قلبی دادن. تعدادی هم آمبولانس خبر کرده بودند که تا رسیدن آمبولانس سعی شده بود با انقباض دستی احیای قلب انجام بگیره، ولی گویا اینها هیچ فایده‌ای نداره و وقتی که اون رو به بخش مراقبت‌های ویژه توی بیمارستان رسوندن، بدنش از قبل سرد و کبود شده بوده. مردمک‌های چشمش جمع شده بوده و به نور واکنشی نشون نمیداده و علاوه بر اینها هیچ گونه تنفس و جریان خون هم وجود نداشته. پس اولین کاری که پرستارها انجام میدن نصب دستگاه اکسیژن به بیمار هست
پس ما متوجه شدیم که دندون مصنوعی داره و اون رو از دهانش در آوردیم. 1.5 ساعت وقت نیاز بود تا دوباره فشار خون و ضربان قلب بیمار به حالت عادی خودش برگرده و این مدت برای یک مریض واقعاً زمان طولانیه. پس بیمار مجبوره در این مدت از تنفس مصنوعی استفاده کنه. بنابراین دکترها تصمیم گرفتن اون رو وارد تنفس مصنوعی عمیقی بکنن. پس اون قبل از اینکه هوشیار بشه 1 هفته در کما بود. وقتی که زمان مرخص شدن و رفتنش به سمت ماشین و راه رفتنش رسید، وقتی پرستار از در وارد شد، اون گفت دندون مصنوعی منو کجا گذاشتی؟ من میدونم شما اون رو برش داشتید. و اون کاملا موقعیت اتاق ما رو میدونست. یعنی زمانی که به کما رفته بود تمام این اتفاقات رو دیده بود و تمام اینها رو میدونست. اون تمام دکترها و پرستارایی که توی این مدت ازش نگهداری کرده بودن رو کاملا میشناخت. حتی دقیقاً گفته بود که کارت اعتباری کجا قرار گرفته. پس این یکی از مواردیه که در این موقعیت‌ها اتفاق میفته. و این جور موارد خیلی زیاد هست که نویسندگانی هم در موردش مطالبی رو نوشتن و در مورد این موضوع مطالب و نوشته های زیادی وجود داره. پس صدها مورد از تجربیات بیرون از بدن در کتاب ها و مقالات ثبت شده. پس من فکر می کنم که این جنبه بسیار مهمی از ماجراست که سعی کنیم ثابت بشه یا اون تلاش میکنه که حرفش رو ثابت کنه. پس این جنبه ای از ادراکه. زمانی که شما هوشیار نیستید میتونید خاطرات و احساسات و ادراکی رو داشته باشید و حسش کنید و زمانی که بدن و مغز شما عملکردی نداره بسیار مهم و قابل اهمیته. البته در کل زندگی ما این گونه هست، طوری که دانشمندا و پزشکا معتقدن که هوشیاری جنبه مهمی از بدنه، ولی همه اینها غیر ممکنه. Thank you very much دکتر. یعنی اینطوری نبود که مثلا منش رنگی بخوام انتخاب کنم بگم این رنگ بود، نه خیلی نه بیرنگ بود، فقط به صورت سلسله اعصاب و رگ‌ها فقط می‌دیدم. و براتون شگفت‌آورم نبود؟ نه اصلا. گویی که بارها دیدیم. بله اصلا کاملا میدونستم که چه اتفاقی داره میفته. کاملا میدونستم این نفری که اون عمل داره میشه، اصلا به هیچ عنوان هیچ ترسی هم نداشتم، هیچ ناراحتی هم نداشتم، هیچ نگرانی هم نداشتم. خیلی راحت بودم، هیچ دردی هم احساس نمی کردم، هیچ چی نداشتم. آگاه بودید که مردید؟ نمیدونستم. نمیدونستید؟ نه اصلا نمیدونستم. اینکه این بهروز بالایی و پایینی از هم جدا شدن چی؟ اینجا رو اصلا نمیدونستم. این رو هم نمیدونستم. اصلا نمیدونستم، چون یک باره فقط من از بالا خودم رو دیدم. اینطوری نبود که من بگم که مثلا روحم یکم از بدنم خودش، نه، من به یک باره خودم از بالا دیدم. غافلگیر شده بود؟ بله فقط دیدم که هستم، اتاق عمل هست و هستم، میدونستم هستم، ولی هیچ احساس ناراحتی و غم نداشتم. فقط در یک لحظه احساس کردم یک چیزی مثل اینکه یقه من رو بگیره، من رو کشید به سمت خودش و برد. اونجا اینطوری نیست که شما بگید من نمیام، اونجا شما مطیعید، باید این کار رو انجام بدید. اینجا نیست که من بگم من نمیام 5 دقیقه دیگه میام، نه این حرفا نیست. اونجا باید اون کار انجام بشه. همین که من کشید دیگه تو اون محیط نبودم، از اون محیط خارج شدم و افتادم تو یک حالت تونل سفید مورب. ذره این روشنایی این تونل رو من میدیدم، ذره. ما اینجا وقتی میخوایم نور رو ببینیم نور میبینیم، ولی اونجا من داشتم تو اون تونل میرفتم بالا، من اون تونل روشن رو ذره‌ش رو نورانی و سفیدش رو من میدیدم. یعنی ذره میگم مثل نور اینجا نیست، ذره من به قول خودمون میگم سلولش رو میدیدم. فقط احساس کردم اون کسی که منو داره با خودش میبره یه مقدار جلوتر از من داره میاد،
اینطوری هم نبود که من بگم دست منو گرفته، یقه منو گرفته، داره با خودش میبره. نه، من فقط داشتم باهاش میرفتم. یه جوری بود که اون استوانه خیلی بزرگی نبود. استوانه بود که فقط ما 2 نفر توش جا می شدیم. حالا شاید یه ذره بزرگتر بخوام در نظر بگیرم، ولی خیلی بزرگ نبود. این نوری که میفرمایید ذره ذره شو من احساس میکردم چه رنگ بود؟ داخل خود تونل روشن بود. سفید بود. سفید روشن بود. این ذره ذره سفیدی روشنی اونجا رو اصلا نمیشه تجسم کرد. من هر چی به شما بگم سفید بود، شما از سفیدی یک برداشتی دارید. اصلا اون سفیدی اونجا یک چیز دیگه است. سفیدی اونجا ذره ذرهش عشقه. عشقه. این نور از عشق بود. جنسش از عشق بود. ذرهش. من داخل تونل با ملک الموت که خودم میگم داشتیم میرفتیم بالا، اطراف رو نگاه کردم، داشتم میدیدم اطرافو. داخل تونل خیلی نورانی خوب بود، ولی بیرون از این تونل به قدری ظلمات بود، به قدری تاریکی بود، به قدری سیاهی بود که شما تا به الان محال این سیاهی رو دیده باشید. تاریکی محض. شما رنگ سیاه رو در نظر بگیرید. من میگم رنگ سیاه زمینی خیلی خیلی روشنه. اونجا به قدر این محفظه بیرون از این روشنایی تونل به قدری تاریک بود که من از یک چیز فقط واهمه داشتم که اگر دنبال این ملک الموت نرم، حتما برم بیرون از این محیط نورانی تونل، حتما به یه گمراهی میرسم. ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. بله. به زمان اینجا نمیدونم چقدر بود، فقط تو اون تونل میدونستم که دارم میرم و اون نورانیتی که اون بالای تونل میدیدم میدونستم که اون نزدیک نمیشه، ما فقط داریم به سمتش میریم. اینو فقط میدونستم. اطرافم که خیلی خیلی تاریک و سیاهی و ظلمات بود و فقط این تونل داشتیم به صورت مورب هم داشتیم میرفتیم به سمت بالا. بعد از مدتی اون تونل و اون سیاهی اطرافم به کامل به طور تمام شد. تو یک محیط دیگه ای اومدم، تو یک محیط خیلی خیلی سفید روشن نورانی و نورانیتش واقعا سفید بود، واقعا سفید بود، به قدری سفید و نورانی که اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، از جنسشو از چی بگم، به قدری سفید بود، به قدری، ولی چشم اونطوری که مثلا چشمو بزنه، نه اینطوری اصلا نبود. خورشید رو در نظر بگیر، خورشید چقدر نورانیه. خورشید در برابر اون سفیدی اونجا اصلا نور نداره. روشنایی خیلی خیلی آرامش بخش. نور به این عظمت و شدت آرام بخش، خیلی آرام بخش بود. ذره ذرهش عشق خدا بود. یعنی اونجا قشنگ خدا رو حس می‌کردیم، کامل خدا رو حس می‌کردیم. جوری بود که الان من تجربه خوبی نیست برای خودم، ولی دوست دارم برگردم به اون محیط. به قدری آرامش بخش بود. تو اون محیط نمیگم افتادم، ولی پاهای خودم رو دیدم. برای اولین بار پای خودم رو اونجا دیدم. زمانی که تو بیمارستان تو اون اتاق بودید پا و دست از خودتون نمیدیدین؟ اصلا هیچی نمیدیدم. حتی تو تونل هم حتی هیچ آثاری از بدن خودم حتی اصلا ندیدم. ولی زمانی که رفتم اونجا پاهای خودم رو میدونستم که پاهام هست، ولی اصلا بدنی نبود، فقط دیدن بود.
و اون نفری که داشت با من میومد فقط تا اون محیط با من بود. بعد از اون قسمت دیگه با من نبود. و پاهای شما روی سطحی جایی قرار گرفته بود؟ نه، به صورت افتاده. شما در نظر بگیرین 2 تا پای فلج افتاده روی زمین. پای من اینطوری بود. من میدونستم که پاهام فلجه. اینو دیگه کامل اونجا احاطه بهش داشتم. این پای خودمه و پاهام تحرکی نداره. اینو میدونستم. اونجا میگم همه چیز رو میدونید شما. همه چیز. اینطوری نیست که به شما بگن از کسی سوال کنید. همه چیز رو کامل میدونید. میدونستم این پای خودمه و پاهام فلجه. اینو میدونستم. فقط اینو میگم به یک باره کل محیط رو نظاره کردم. همه جای اطرافم رو نگاه کردم که اصلا کجا هستم. خواستم ببینم واقعا این روشنایی کجاست. این چیه که من الان داخلش وارد شدم. یک نفر رو حالا من بگم پشت سرم که اصلا اونجا پشت سری وجود نداره. اونجا همه جا دیدنه. اینطوری نیست که من بگم الان من پشت سرم رو نمیبینم، ولی اونجا واقعا همه چیز دیدنه. فقط میدونستم یک نفر کنار من ایستاده و این طبق اطلاعاتی که به من داده شده بود کسی هست که فقط اومده از من دفاع کنه. دیگه اونجا فهمیدم که حسابرسی شروع شد. اونجا بود که متوجه شدید؟ بله. کجا این شما؟ تازه فهمیدم کجا. یه میز رو در نظر بگیرید. اون میز به صورت ال مانند ال انگلیسی در نظر بگیرید. 4 نفر نشستن در یک قسمتش و یک نفر دیگه در انتها در قسمت تنهای پایین ال نشسته بود. فقط احساس کردم که داره به سمت من میاد. این رو فقط فهمیدم که داره به سمت من میاد. میز رو ترک کرد به سمت شما. اون افراد رو ندیدم. نمیدونم چه شکل و قیافه‌ای بودن. اصلا ندیدم حضورشون رو احساس حضور کردید؟ ولی میدونستم 4 نفرن. ولی اون نفر آخری که 5مین نفر بود رو دیدم که داره به سمت من میاد. خیلی وحشتناک بود. خیلی وحشتناک بود. خیلی وحشتناک بود. خیلی وحشتناک بود. خیلی ترسناک بود. خیلی ترسناک بود. خیلی به قدری وحشتناک. سیمای من اسمشو میذارم سیمای گرگ داشت. سیمای گرگ داشت، ولی گرگ خودمون در زمین خیلی زیباست. گرگی که در زمین خیلی زیباست. گرگ خودمون در زمین خیلی زیباست. به قدری گرگ وحشتناک بود. به قدری وحشتناک بود که من هر چی برای شما بگم شما تجسم نمیتونید بکنید. خیلی وحشتناک. اون گرگ عمل من بود. یعنی اینکه اون موجود با کارهای شما ساخته شده بود؟ بله. از کارهای شما ساخته شده؟ بله. یعنی تا قبل از اینکه شما اون اعمال رو انجام بدید این وجود نداشته؟ خیلی وحشتناک بود. خیلی. من تا به امروز هیچ چیزی در این دنیا وحشتناکتر از اون موجود ندیدم. فیلم های وحشت دیدین؟ اصلا وحشتناک نیستن. اصلا وحشتناک نیستن. اون چیزی که من دیدم
ماورای وحشت بود. به قدری وحشتناک بود، به قدری وحشتناک بود که من به یک بار دیدم موهای سرم سفید شد و از پایین به بالا رشد کرد و ولی سفید شد از ترس. از شدت ترس از هم شدت موها ترس. رشد کرد و هم سفید شد. ولی من موام و ریشم سفید شده. ناشی از چیه؟ ترسی که برام اونجا اتفاق افتاد و اون مرور اون ترسی که برام ایجاد شده بود که بعد از اینکه اون اتفاق افتاد، اون ترسی که اونجا برام عارض شد و اومدم توی این دنیا، توی این 4 سال مرور کردم اعمالم رو، اعمال اشتباهم رو، گناهانم رو مرور کردم و تطابق دادم با اون عذابی که اون دنیا قراره که مثلا حالا اگر باشه، قراره که باشه. من وقتی اینا رو با هم کنار هم میذارم میبینم که جور در نمیاد، هیچ معادلی نمیتونه اینا رو جور در بیاره و این وحشت واقعا انسان رو پیر میکنه. آیه موسی، ما تو سوره مزمل داریم آیه 17 خداوند به کافران اونجا میگه چطور پرهیز نمیکنید از روزی که چی؟ کودکان پیر میشوند. کودکان پیر میشوند. هم رشد کرد هم سفید شد و سفیدیشو دیدم به سمت پایین اومد. اون گرگ رو فقط نظاره میکردم، هیچی نمیتونستم بگم، هیچی. میدونستم که تموم کارم. گرگی بود که پشمای سیاه وحشتناک داشت، دندانهای خیلی وحشتناک داشت، خیلی وحشتناک. از بالا به پایین نگاه کردم، فقط نگاش کردم. قسمت پایین پاش رو وقتی نگاه کردم سم خیلی بلندی رو دیدم، خیلی بلند بود که حتی تا یک مدت من تا چندی قبل من اصلا به این فکر نکرده بودم که اصلا گرگ سم نداره، ولی من سم دیدم. تمام بدنش از پشم سیاه و افتاده پوشیده شده بود. خیلی وحشتناک بود آقای موضوع، خیلی وحشتناک. فقط یک سوال از من پرسید، یک سوال. من اسم خانمم فریباه. اشاره کرد رو به من با همین حالت، هنوز یادمه. دستش آورد رو به روی من، گفت چرا اینقدر با فریبا بد اخلاق بودی؟ همین. چرا با فریبا اینقدر بد اخلاق بودی؟ بترس از کسی که سکوت کرد وقتی دلش رو شکستی. بترس از کسی که سکوت کرد وقتی قلبش رو شکستی و او تمام حرفهاشو به جای تو فقط به خدا زد و خدا خوب گوش کرد و خوب به یادش میمونه آنچه رو که گوش کرده از کسی که قلبش رو شکستی. و خواهد رسید روزی که خداوند تمام اون حرفها رو سر تو فریاد بزنه و اونجاست که تو نمیتونی پاسخ بدی و تو اون روز رو درک خواهی کرد. چرا با فریبا اینقدر بد اخلاق بودی؟ با همین آرامی گفتم. با همین آرامی. من داشتم میمردم از ترس. به قدری وحشت کرده بودم، به قدری وحشت کرده بودم. تو نگاهشون تهدید بود، حرکتشون تهدید بود. هیچی نبود، فقط من از اون هیبتش ترسیدم. هیبتش واقعا وحشتناک بود، واقعا اسمشو بذارم دهشتناک بود. بذارم چی بذارم؟ من خانمم میدونه از اون روز به بعد من نگاه آسمون نمی کنم. چی کار نمی‌کنی؟ نگاه آسمون نمی کنم. چرا؟ میترسم باز ببینمش. 5 سال آسمون رو نگاه نکردی؟ نگاه نکردم، نگاه نمی کنم.
5 سال 5 سال 5 سال. با شما در جنگل‌های شمال قدم زدم و الان متوجه شدم این رو و من فکر می‌کردم که شما آسیبی در گردنتون هست که نمیخواید به بالا نگاه کنید. وقتی دوربین پرنده ما میپرید حتی و از شما میخواستم به دوربین نگاه کنید نگاه نمیکردید و من نمیدونستم چرا و چون احتمال دادم آسیبی در مهره‌های گردن شما هست بیشتر اصرار نکردم. گفتم شما شرمنده نشید که گردنتون آسیب دیده است، شاید نمیخواید بگید. الان میفهمم. بله من بالا رو نگاه نمی‌کنم. 5 سال به آسمان نگاه نکرد. نمی‌کنم. با اینکه از خانمم حلالیت گرفتم ولی نگاه نمی‌کنم. مبادا ببینیدش. مبادا ببینم. شما چون نمی‌دونید. بالا بود، سمت بالا بود. بالا بود. نمیدونید چقدر وحشتناک بود. هرچی تجسم کنم برای شما محاله 1/1000 بدونید اون چه شکلی بود، اون چه قیافه‌ای داشت. اصلا نمیتونید تجسم کنید. امیدوارم هیچ کس نبینه. و شما هم اصلا نمیتونید حال من الان درک کنید. من با رازی مواجه شدم که الان برای من گشوده شد. با مردی مواجه هستم، با مردی هم قدم شدم که علت سربالا نکردنش ترس از نگاه کردن به آسمان بوده و الان میفهمم. حال خیلی عجیبی دارم آیه عظیمی. من لحظه لحظه از خانمم حلالیت میگیرم ولی بازم نگاه نمیکنم. و همیشه زاویه نگاه شما یه مقدار سر رو پایینه. یه کلاه لبه دارم دارید. کلاه رو برای همین گرفتم. واسه همین گرفتید کلاه رو؟ بالا رو نبینم که اگه احیانا اتفاقی چشم افتاد اون کلاه مانع بشه. هیچکی نمیدونه اینو. من الان تو ذهنم مرور کردم اینها رو متوجه شدم. این فرم سر رو پایین نگه داشتن شما و اون لبه کلاه به نظرم رسید که هر دو پس راز این کلاه لبه دارم همین هستش. من بالا رو نگاه نمی کنم چون اون چیزی رو که من دیدم خیلی وحشتناک بود.
خیلی. اون مخلوقی که عمل خودم بود. قبلا خلق نشده بود، شما عمل خودم بود. عمل شما بود. عمل خودم بود. شما خلقش کرده بود. بله. عمل خودم بود. اشتباه خودم بود. اشتباه کردم. میگن اعتراف نکن. اعتراف میکنم اشتباه کردم. میگن شاید بعضیا برداشت بد بکنن. اصلا برام مهم نیست. اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. فقط تنها چیزی که برام مهمه اینه که خدا به من فرصت داد. خدا به من فرصت داد. زمانی که اون موجود و اون وحشتناکی رو دیدم، من اسمشو میذارم وحشتناک وحشتناک وحشتناک. شما فرمودین بگو اسمای دیگه براش بذار. من هر اسمی براش بذارم باز هم نمیتونم از اون وحشتناکش کم کنم. خیلی ترسناک بود. خیلی. فقط اینو میدونم کلمه پیدا نمی‌کنید ظاهراً هیچی. که اصلا اسم وحشتناکی که ما میذاریم خیلی کمه. خیلی کمه. این گرگ هایی رو که ما در زمین میبینیم، در این کره خاکی خودمون میبینیم، خیلی زیبا هستن. همه موجودات خدا زیبا هستن. ما هیچ موجودی رو نداریم که زشت باشه، ترسناک باشه. اصلا نداریم. بعد از اون تجربه اینو متوجه بله بله شدید؟ بله. قبل از اون تجربه گرگ از نظر شما خیلی ترسناک بود. گفتم گرگ خب این دندوناشو بالاخره اون چیزاشو بالاخره هر کسی دیگه هم باشه میترسه. ولی بعد از اون من یه اتفاقی برام افتاد دقیقاً بعد از این تجربه‌ام. بله. توی یه قسمتی داشتم رد می‌شدم، قسمت متروکه‌ای بود. اول دیدم یه دو تا توله سگ اومدن جلوی من پارس کردن. من دیدم خیلی کوچیک، خیلی قشنگن، ولی یک لحظه احساس کردم دیدم 5 تا سگ بزرگ. ولی اگر من اون موجود رو ندیده بودم من حتما اونجا سکته می‌کردم. ولی وقتی اون موجود اون وحشتناکی رو من دیدم، این موجودای زمینی برای من خیلی قشنگ شده. سگایی که می‌خواستن به شما حمله کنن زیبا بودن؟ بله بله خیلی زیبا بودن. همونطور که گربه‌ها قشنگن. تمساح همه قشنگن. خواستم از خودم دفاع کنم. اونجا اینطوری نیست که از خودتون دفاع کنید. هر دفاع کردنی از تو این کره خاکیه. امیدوارم کسی دفاع کردن رو به اون دنیا نسپاره. واقعا نسپاره. چون اونجا دیگه دفاع کردن نداریم. هر دفاعی هست همینجا از خودتون بکنید. اینجا اگر کوتاهی کردید کاری کنید نفر شما رو ببخشه. چون اون دنیا اصلا جای شکایت و شکوه و این چیزا نیست. اونجا فقط جای حسابرسیه. اون کاری رو که کردید فقط میارن جلو چشتون. اون موجود تا خواستم حرکتی انجام بدم، حرفی چیزی بگم، کل اون لحظاتی رو که من با خانمم ازدواج کردم تا زمانی که مردم و بعد از اون رو اومد جلوی چشم در ذره ای از ثانیه به من نشون داد و بعد از مردنم نشونم داد. اون چیزهایی رو که من انجام داده بودم کامل نشونم داد. معلوم بود مکتوب بود، معلوم بود چیزی بود که به هیچ عنوان کم و زیاد نشده بود. من رو تا زمانی که مردم و بعد از اون رو به من نشون داد. فقط اینو میخوام بگم، کل اون موضوع رو من کامل که دیدم به فکر این افتادم، چون دیدم که به خانومم و پسرم سخت میگذره و در صدد این بر اومدم که برم جبران کنم، که به اونها سخت نگذره و جبران کنم، برای اونها آرامش فراهم کنید تا جبران بشه. فقط شروع کردم به داد و فریاد کردن، نه از جنس دهن خودمون، نه که همیشه از میگم جنس صوت نبود. نه از جنس صوت نبود.
شیون و زاری میکردم، التماسی میکردم که من فقط برگردم، فقط در اونجا نباشم، چون میدونستم اگر باشم تموم کارم. یعنی بعد از اون دیدن اون گرگ وحشتناک دیگه میدونستم کارم تمومه. تو فکر این بودم که فقط شیون و زاری رو التماس کنم. التماس من اینطوری نبود که با صدای کم باشه. اینقدر صدام رفته بود بالا، خودم میدونم چقدر داد میزدم، چقدر فریاد میزدم، که همیشه تعریف میکنم، میگم اگر اون التماس و شیون اگر به صدای به گوش زمینی ها برسه، گوش همه کر میشه. اینطوری من شیون و زاری میکردم، گوش همه کر میشه. خیلی داد و فریاد میکردم. فقط میدونستم که باید برگردم. با شیون و زاری فراوان و داد و فریاد کردن و التماس های فراوان که حتی اون موجود ترسناک حتی اخم به ابروش نمی آورد، حتی یک ذره رحم، مروت به ابدا، حتی چهرش تغییر نمی کرد، همون جوری بود. اینکه از اون فریادهای عظیم اصلا حتی چهرش تغییر نمی کرد، چون من میدونستم فقط باید اون کاری رو که خداوند بهش دستور داده فقط انجام بده. اینو میدونستم، اون فقط باید اون کاری رو که انجام باید بده. ولی اگه ما اینجا باشیم یک نفر شیون و زاری بکنه، دلمون به رحم میاد، میگیم حالا اشکال نداره، حالا چهرهمون هم حتی تغییر میکنه، ولی اون اصلا چهرهش تغییر نمیکرد. یادآوری کنم این موجود مأموری نبود که قبل از مثلا تولد شما وجود داشته یا قبل از ازدواج شما وجود داشته. او مخلوقی بود که ذره ذره عمل شما او رو ساخته بود. یعنی بدن او، وجود او از اعمال شما به وجود اومده بود. درست عرض می‌کنم؟ سلول ها و خمیره او، اگر بشه این اصطلاح سلول و خمیره رو داد، اینها از جزء وجود او از کارهای شما ساخته شده بود. خودم ساخته بودمش، با عمل خودم، با عمل نادرست خودم ساخته بودمش. بنابراین کاملا آمرانه، داورانه و با خونسردی کامل ایستاده بود و تماشا میکرد. فقط منو نگاه میکرد، فقط. همونطور که گفتم از اون تونل نورانی به یک باره اومدم تو این محیط، در اینجا هم به یک باره رفتم تو یه محیط دیگه کل اون محیط یک دفعه ناپدید شد. اصلا هیچ کدوم از این موجودات به غیر از اون گرگی که خودم از اعمال خودم درست کرده بودم با من بود، هیچ کس دیگه اونجا نبود. با هم رو در رو بودیم، هیچ چی دیگه دور و بر ما نبود. ولی در همون محیط سفید روشن دستش رو اینطوری برد بالا، قشنگ یادمه، گفت به من اجازه دادن، به من اجازه داده شد که به تو بگم میتونی برگردی، فقط به یک شرط، فقط به یک شرط، که میگی این دنیا هست، حساب کتاب هست. حساب کتاب هست. منی که میگفتم حساب کتاب کی دیده، حساب کتاب کی دیده، خودم نشون دادم، حساب کتاب بود، حساب کتاب بود. خیلی بد شدم است، خیلی بد شدم است. فقط اینو به من گفت به این شرط برمیگردی که هر کس رسیدی میگی. من تا مدت ها نمیگفتم، نه اینکه فراموشش کرده بودم، نه، ولی یه چیزی در من بود میگفت خب حالا گفتی، کی باور میکنه حرف تو رو؟ ولی یکم بعد از برنامه شما به خودم قبولوندم که بگم. این شرط بر من گذاشتن، به این شرط برگرد. تو این برنامه هم گفتم و اصلا هم برای من مهم نیست که دیگران در مورد من چی فکر کنن.
بگن با خانومت بد اخلاق بودی، اصلا مهم نیست. بد اخلاق بودم، حقیقتیه، خیلی بد اخلاق بودم. و خانومم اصلا به هیچ کس نمیگفت، به هیچ کس، پنهان میکرد. همش پنهان میکرد. من تا یه مدت پیش برای پدر مادرم تعریف کردم، پدر مادرم تعجب میکردن، میگفتم خود تو اینطوری بودی، خب خانومت چرا به ما نمیگفت؟ اون چرا به ما نمیگفت؟ به پدر مادرش هم حتی نمیگفت، فقط میگفت میسپارم به خدا. میگفت فقط به فقط من خدا رو دارم. میگفت میسپارم به خدا. و دیگه هیچ چی رو متوجه نشدم. فقط به فقط یک چیز رو متوجه شدم که دیگه در اون محیط نیستم. کجا هستم؟ فقط یک جا رو متوجه شدم که تو قسمت ریکاوری بیمارستان فقط دارن به صورتم کشیده میزنن، کشیده های خیلی خیلی محکم، اینقدر محکم که من فقط تکونه های خودم رو فقط متوجه می شدم، اصلا دردی احساس نمی کردم. ولی زمانی که به هوش اومدم، اون درد خیلی خیلی شدیدی بود که براتون تعریف کردم. تازه فهمیدم اون درد چی بود. اون درد زمانی بود که روح من به بدن من خورده بود، وارد بدن من شده بود. اون درد اون روح بود. بد اخلاق بودی قبول میکنم، کتمانم نمیکنم، چون بازخوردشو دیدم. من فقط به اون نفری که به من میخواد از من ایراد بگیره فقط یه چیز بهش میگم اگر با همسرت اخلاق خوب داری، خدا رو شکر، خدا رو شکر. حداقل اون چیزی که من دیدم و شما نمیبینید، خدا رو شکر. من به اشتباه خودم پی بردم، من میگم من بد بودم، بله، ولی اگر کسی از من ایراد بگیره و خودش این ایراد رو داشته باشه، امیدوارم فقط تجربه من درش اثر کنه، از من ایراد نگیره، چون اون چیزی رو که من دیدم اون نفر هم خواهد دید. پس چه بهتر که اون نفر هم در اخلاق خودش تجدید نظر کنه. مردم خوب ایران، به ویژه مردم خوب رشت، خواهش میکنم درک کنید بزرگواری رو که از خود گذشتگی کرده و این خطر بالا رو پذیرفته که در جامعه به او هجمه کنن و یا باور کنن و او رو طرد کنن یا باور نکنن و به دلیل دیگه او رو طرد کنن. خواهش میکنم درک کنیم تجربه گران رو و زندگی اونها رو آسوده بگذاریم، ارتباطات خودمون رو با اونها در جهت منفی تغییر ندیم، بلکه یا به حال قبل باشیم با اونها یا ارتباطاتمون رو با اونها به سمت مثبت تغییر بدیم تا از تجربه اونها بهره بیشتر ببریم. از شما که با آقای عظیمی خوب بودید، هستید و خواهید بود، با تمام قلبم سپاسگزارم. لطفاً درباره تحولات روحی، فکری، اخلاقی و یا تغییراتی که در سبک زندگی تجربه گران مرگ تقریبی گزارش و ثبت شده بیشتر صحبت کنید و بفرمایید که معمولاً این تغییرات و تحولات به چه صورت اتفاق می‌افتند. متداول ترین نتیجه‌ای که از این تجربه گران متوجه شدم اینه که از نظر اونها مهمترین کار روی زمین عشق ورزیدنه. و دومین چیزی که باید بگم اینه که متوجه شدم که اونها دیگه ترسی از مرگ ندارن و اونها متقاعد شدن که مرگ تنها انتقال به یک دنیای دیگه است. پس دیگه از مرگ هیچ ترسی ندارن. و سومین تأثیری که از اونها شنیدم میل به یادگیریه. اونها
بعد از این تجربه اکثرا دنبال یادگیری و تغییر شغل میرن. چهارمین موردی که من شنیدم میل به هنره. برخی از افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن میگن قبل از این تجربه علاقه‌ای به هنر نداشتن، ولی بعد از اون خلاقیت هنری پیدا میکنن. سالها پیش با زنی در تورنتو آشنا شدم که برنده جایزه هنری شده بود و نقاشی‌های خودش رو برای من آورده بود. اون گفت که قبل از تجربه نزدیک به مرگ هیچ علاقه‌ای به هنر نداشته، اما تجربه نزدیک به مرگ روزنه هنری اون رو باز کرده و همون باعث شده که علاقه نسبتاً شدیدی به این شغل یعنی هنر پیدا کنم. من مواردی از این قبیل رو شنیدم، ولی اینا خیلی نادر هستن. Thanks a lot, Bashir. آقای عظیمی، از مرگ میترسید؟ مرگ اگر عمل انسان خوب باشه اصلاً زشت نیست، اصلاً ترسناک نیست. اگه عمل زشت نباشه از جنس اون نور است. بله همش همونه. ذره‌اش چی بود؟ ذره‌اش عشق خدا بود. من اونجا چون دیدم که اون عمل من باعث شد که به خدا دیگه نرسم، چون این رو احساس کردم دیگه، وقتی اون موجود ترسناک رو دیدم دیگه فهمیدم که دیگه عشق خدا دیگه در کار نیست. اونجا عمل خودم خرابش کرد. اون خشونت از جانب خدا نبود؟ نه اصلاً از جانب خودت؟ از جانب خودم بود. من مطمئنم اون موجود هم مأموری از سمت خدا بود که من رو پاک کنه بعد به خود خدا برسونه. این رو مطمئنم. مرگ برای شما چه معنایی پیدا کرده؟ پیش از اون تجربه یه معنایی داشت، بعد از اون چی شد؟ مرگ چیست؟ مرگ فقط یک پله صعود کردن به مرحله دیگه است. فقط این که بخوایم مرگ رو ترسناک جلوه بدیم اصلا نیست. من خیلی دوست دارم کاری کنم که اعمالم در این دنیا به رنگ سفیدی اونجا در بیاد، پاک بشه. تعریف زندگی فعلی چیه برای شما؟ این زندگی فعلی در اینجا واقعا میگم فرصته. همین واقعا فرصته برای دیدن خدا در اونجا. واقعا فرصته. منظور از دیدن تماشا با چشم که نیست؟ نه، حس کردن. اونجا همه چیز خداست، همه چیز زیبایی خداست، عشق خداست. اینطوری نیست که اونجا آخه من شنیده بودم میگفتن اونجا برید فلان بهتون میدن، بیسار بهتون. اصلا این چیزا نیست. اونجا رسیدن به خدا مهمه. واقعا خدا زیباست، به شرط اینکه عمل ما خرابش نکنه، عملمون خرابش نکنه. همین. خیلی زیباست، خیلی عشق. اگر همه اون چیزی که از اون تجربه به دست آوردید بخواید در قالب یک نصیحت خلاصه کنید و این اساره، این چکیده رو به فرزندتون هدیه کنید به یادگار، چی میگید بهشون؟ من اتفاقا این موضوع رو با خانومم داشتم مطرح میکردم. به خانومم گفتم اگر پسرم ازدواج کرد، زمان ازدواجش رسید، اول یه چیز بهش میگم، همونطور که به خیلی از مجردا میگم. من اول سوال میکنم ازشون، من جمله پسر خودم، اونهایی که قصد ازدواج دارن، اگر میتونید ازدواج کنید، به خانمتون کمتر از گل نگید ازدواج کنید، کمتر از گل نگید ازدواج کنید. ولی اگر تو خودتون نمیبینید
میگید مردانگی من اینه اونه، مرد باید این باشه، اقتدار داشته باشه. نه، این چیزا نیست. من تجربه کردم. اگر میبینید نمیتونید، حتی میلیاردر باشید ازدواج نکنید. حتی میلیاردر باشید ازدواج نکنید. به ثروت نیست، به جاه و مقام نیست، به اینه که فقط خانمتون از دستتون راضی باشه، بتونید راضی نگهش دارید. اگر راضی نگهش داشتید ازدواج کنید. در غیر این صورت یا خودتون رو درست کنید یا ازدواج نکنید. من این حتما به همه مجردان، من جمله پسر خودم، حتما میگم. آقای عظیمی، از اون زمان تا الان در این 5 سالی که گذشت شما هیچ خطایی ازتون سر نزده؟ نه فقط در زمینه روابط خانوادگی، به طور کل. باید در کاری کنیم که خطایی نداشته باشیم. میشه اگر ما این ائمه خودمون هستن، چون زیادم جای دوری نریم، راحت میتونیم از پیغمبر خودمون الگو بگیریم. لااقل عمدی خطا نکنیم، خودمون گول نزنیم. اما سهوی که خب به هر حال ممکن الخطاییم، جایز الخطا نیستیم، اما ممکن الخطا سهوا هستیم. اگر هم خطایی کردیم در اصلاحش بر بیاییم، نگیم این خطا رو کردم خب تموم شد. نه، حداقل در برطرف کردن اون خطا، در جلب رضایت اون نفر، چون ما بالاخره میتونیم تا این دنیا هستیم از نفرمون رضایت بگیریم، ولی وقتی رفتیم دیگه اونجا جای رضایت دیگه نیست، چون با عملمون داریم میریم. پس در این 5 سال هم برای شما اینطور بوده که خطاهایی داشتید سهوا، اما تلاش میکنید در بله، خطایی من باشه. خطایی داشتم ولی دوست دارم نداشته باشم. سعی میکنم نداشته باشم. خیلی سعی کردم انشالله که خطا نداشته باشم، خصوصا در مقابل خانومم. اگر مطلبی باقی هست که مایلید بفرمایید و زمینه گفتنش فراهم نشد بفرمایید. از تجربه من فقط استفاده کنن، منو مؤاخذه نکنن. همین، منو مؤاخذه نکنن. ما وقتی به رشت اومدیم، واقعا عرض میکنم تیمی که اعزام شد به رشت برای تصویربرداری، البته بعد از مرحله تخطیطی که قبلا انجام شده بود، از سالن فرودگاه رشت ما مهربانی و خونگرمی و دوستی دیدیم تا نقطه به نقطه رشت و من به همه عزیزان رشت سلام عرض میکنم. زنان و مردان خوب رشت، این هموطن رو که مهمان شهر شماست مؤاخذه نکنید. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. در آیات بیانات قرآن کریم با واژه‌ای برخورد می‌کنیم به نام کتاب. کتابی که البته در آن سو و در جهان واپسین برای انسان‌ها رقم زده می‌شود. گاهی تعبیر می‌شود به صحیفه، گاهی به کتاب که جمع آن و از صحف نشرت، هنگامی که صحیفه ها نشر می‌شود، گشوده می‌شود. یا تعبیر به کتاب می شود که انسان‌ها دو گونه اند، فاما من اوتی کتابه به یمینه. گاه کتاب آدمیان از ناحیه یمن و برکت و خیر و در یمین اونهاست، گاهی نه، پس سر است و وراء ظهر است و از ناحیه شومی ها به سوی انسان ها می آید و رقم می خورد. خود واژه کتاب نشان دهنده ثبت و ضبط و انضباط است که مأموران الهی یا فرشتگان الهی، همون کرامن کاتبین، ضبط و ثبت اون رو به عهده دارند. اما در سازوکار این کتاب
به این صحیفه که مجموعه اعمال آدمیان رو رقم میزند شگفتی های خاصی رو قرآن مطرح می کند. من جمله آیه بسیار عمیق و زیبای سوره مبارکه اسراء. همه آدمیان رو ما هر طائری که دارند، طائر به معنای اعمالی است و آنی است که از انسان صادر میشه و سر میزنه و دیگه قابل بازگشت و کنترل نیست، که تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. در وجود انسان‌ها و در عنق آدمیان ما پیوسته و ملازم کرده ایم و در جهان واپسین برون می‌آوریم از وجود انسان. نخرج له کتابا یلقاه منشورا، به صورت کتابی ثابت شده که انسان‌ها با اون مواجه میشن اما منشور. اولین نکته این است که مجموعه اعمال انسان‌ها در وجود خود انسان‌ها گردآوری میشه، یعنی بازتاب اعمال، واکنش اعمال آدمیان در جان و وجود انسان نقش می‌بندد و هویت حتی دنیوی و اخروی ما رو رقم میزند. قرآن میفرماید انسان‌ها پس از این عالم مواجه میشن با اعمال خودشون و حالی که منشور است، در دنیا ملفوف بود، فشرده بود. ما یه صورت ظاهری از اعمال میدیدیم، اما هنگامی که پا به اون سو گذارده میشود منشور است، یعنی تمام نیات، انگیزه ها، اهداف، پیامدها و همه آنچه که صورت حقیقی و ملکوتی عمل رو رقم میزد، اونجا آدمیان با آن مواجه میشن و بسیار شگفت انگیز است. لذا در متون روایی معصومین داریم انسان گاه مواجه میشه با عملی که از مظاهر رحمت الهی است و زیبایی ها و شگفتی ها دارد. بعد گویا کنجکاو است که بداند این چیست. به او گفته خواهد شد که این نیست مگر آن سرور و شادمانی که کنت تدخله، تو وارد می کردی بر یک انسان مؤمن و او را شادان کرد. این نیست مگر میگوید انا رأیک الحسن، من اندیشه زیبای تو بودم که، یا رأی تو بودم که در اختیار نظر تو بودم که در اختیار دیگران قرار میدادی، کمککار آنها بودی. و گاه انسان به چهره‌هایی مواجه میشد از حقیقت این منشور عمل که ناخوشایند و ناگوار است، مانند اون که از ظلم و ظلمات یوم القیامه، بدیها، زشتیها و ظلم‌هایی که به صورت تیره و تاریک از وجود انسان دیده میشه. و در حقیقت میتوان گفت آنچه بسیاری از بزرگان معتقدند، قاعده قانون تجسم عمل است. عزیزان، آنچه در دنیا انجام میدهیم در ظرف دنیا شکل دنیوی دارد، اما مانند یه آبی است که این رو امروز در یه ظرف لیوان بیرنگ میریزید، اگر این رو در یه ظرف منشور رنگارنگ ریختید شکل اون رو پیدا میکند. این اعمال وقتی به اون سو پا میگذارد تجسم پیدا میکنه و بعد اگر احیانا شنیدیم که زنجیر است و بند است، نه، بند و زنجیری نیست مگر سیطوقون ما بخلو. بخلها به صورت طوقها و زنجیرهاست و اگر زنجیری است، زنجیر اعمال و آزها و شهواتی است که در این دنیا دست و پای ما رو گرفته است که بند بگسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. و در حقیقت من فراتر از این عرض می کنم خدمت دوستان عزیز که در تجربه این تجربه‌گر عزیزمون هم نکاتی دیده می شد بسیار قابل تأمل. حتی اوج کار رو هم نگاه می کنیم هنگامی که صحبت از بهشت برین الهی است. بهشت هم نیست مگر تجسم حقیقی اعمال آدمیان که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، نیست مگر جزاء اعمالی که به انسانها باز میگردد، البته به شکل رحمت الهی. و اون سوی قضیه هم اگر باز دوزخی است، اگر صحبت از قهر و نار و آتش است، نه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، باز نیست مگر آتش وجود آدمیان و اعمالی که انسانها گداخته میکنن. و همون تمثیل ادبی دیرینه بسیار زیباست که گمان میکرد که اخگر دوزخ گداختگی زیبایی دارد، رفت سراغ اون که از اونجا آتش بیاورد. خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بحر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ز آتش خویش هر کسی می سوخت. جناب عظیمی بفرمایید بین 4 معنای خواب، آنجا، خیال و اینجا
به ترتیب اون چیزی رو که واقعی تر میدونید روی اون پلکانی که در اختیار شما هست، اون پنجره فلزی بالاتر بچینید و هر موردی که از واقعیت کمتری برخوردار هست پایین تر بچینید. این شما، این گوی و این میدان. من گوی اینجا رو اول انتخاب میکنم در پایین ترین نقطه. اینجا یعنی همین زندگی فعلی رو؟ بله، همین زندگی فعلی خودمون، همین کره خاکی خودمون رو انتخاب میکنم. بله. میذارم در این نقطه. بله. یعنی معتقدید که از کمترین میزان واقعیت برخوردار هست. بله. خیال و خواب رو اصلا انتخاب نمی کنم. ولی به جاش آنجا که مهمترین جایی هست که من دیدم، تجربه کردم رو انتخاب می کنم و اونو در بالاترین نقطه قرار میدم. بله. یعنی از گوی خواب و خیال اصلا استفاده نمی کنید؟ من حتی میخواستم اول هیچ کدوم رو انتخاب نکنم، فقط آنجا رو انتخاب کنم. ولی چون این واقعیتی که از اینجا شکل گرفت، زندگی من از همین زمین شروع شد، بعد به بالا رفتم، به خاطر همین اول اینجا رو انتخاب کردم، چون به بالا رسیدم، چون به اون جایی که باید میرسیدم و اون جایی که تجربه من بود، تجربه اصلی زندگی من در اونجا بود. به خاطر همین اون تجربه آنجا رو در بالا قرار میدم و تجربه اینجا رو در پایین ترین قسمت. پس معتقد هستید که فقط اینجا و آنجا از واقعیت برخوردار هست. بله. و هیچ رابطه‌ای بین خواب و خیال و این دو مورد نمی‌بینید؟ نه خیر. و فاصله اینجا و آنجا رو هم 4 پله می‌دونید. ممکنه به راضی بشید و آنجا رو یه پله از اینجا بالاتر بذارید یا همین رو درست می‌دونید؟ اینجا رو فقط به این علت انتخاب کردم که این محیط رو ما دیدیم هست. وگرنه اینجا رو نمیخواستید انتخاب کنید؟ بازم نمیخواستم انتخاب کنم. میخواستم فقط اونجا رو انتخاب کنم. یعنی از نظر شما فقط اونجاست فقط که اونجا واقعیت داره. طبق تجربه من فقط اونجا واقعیت داره. تا این حد. تا این حد. با همین تأکید. با همین